جایی که این بار برای جستجو انتخاب کردیم یکی از ترسناکترین خونه‌های کل کشور ترکیه بود. البته نه فقط به خاطر خونش و داستانا و اتفاقایی که توش افتاده. لوکیشن این خونه توی یکی از بدنامترین روستاهای اطراف استانبوله که معروف به آدمای مسلح و مافیاش. اطرافش هم کاملا پر از جنگله. جنگلای بلگراد. سعید یه لحظه کات کن. نورتو قطع کن. نورتو قطع کن. نورتو قطع کن. خب تو گرد گیر کرده بود. روشن کنم نور رو؟ آره. ببینیم اصلا امنیت نداره اینجا موندن. ما هم داریم واقعا ریسک زیادی میکنیم اینجا رو میخوایم بگردیم. بریم داخل رو بگردیم ببینیم چه اتفاقی میفته، چه چیزایی رو میتونیم ضبط بکنیم. به خاطر حساسیتی که اون منطقه داره نمیتونم اینجا اسمش رو اعلام کنم. ولی موضوع عجیبتر اینه که اصلا چرا باید تمام این سالها این خونه متروک باقی مونده باشه. پس باید میرفتیم توش ببینیم چه خبره واقعا. ساعت یکم از 4 صبح گذشته بود که به اون خونه رسیدیم. تصمیم گرفتیم از زیرزمین شروع به گشتن کنیم که انگار روستایی‌ها تمام در و پنجره‌های اون قسمت رو درآورده بودن. این خونه است. این خونه‌ایه که می‌خوایم بریم توش رو بگردیم. از همین پایین شروع می‌کنیم، بعد قسمت‌های طبقه بالا رو میریم می‌گردیم. خونه خیلی قدیمیه. خیلی جای خوفناکیه. سعید نظرت چیه راجبش؟ من راستش ترسیدم. من هم ترس خونه رو دارم هم ترس محیط اطرافو. میبینی که هم حرف میزنم به خاطر همینه. اینجا رو ببینیم. اینجا در حقیقت زیر زمین خونه است. میشنوی صدا رو؟ سقفو بگیر. میشنوی؟ آره. زیر زمین خونه است. میشنوی صدا رو؟ سقفو بگیر. میشنوی؟ آره. میشنوی؟ آره. هنوز چند دقیقه بیشتر از جستجومون نگذشته بود که اتفاقا پشت سر همدیگه شروع شد. اولیش همون صدای راه رفتن. اینجا آشپزخونه؟ اینجا آره. دشت آبم اونور نرو سعید. اونور سمت روستاست. اصلا اونور نریم بهتره، چون نورمونو میبینن و میان. بیانم با اسلحه میان. بریم بالا یعنی؟ بریم ببینیم این صدات از کجا میومد. بریم.
مراقب باش. بیا. میبینی؟ کفش کاملا چوبیه. دقیقا صدایی هم که از پایین میومد انگار یه نفر داشت یه چوب را میرفت. پنجره ها رو بگیر. ببین این سبک پنجره اقلا مال 100 سال پیشه. مراقب باش. ممکنه ریزش بکنه. اونور چی داریم؟ اونور که فرودی بود. اینجا سعید یه دونه دنبال یه میخ میگردم. ببین جای میتونی پیدا بکنی تو دیوار یه میخ؟ بذاری لحظه باید بارانی که باید تمامیش بحثه انگاری. اینجا هم تراسشه. اینجا میخ هست علی. یه تراس هم. اوکی. وقتی وارد طبقه بالا شدیم اولین کاری که کردم یه آینه رو از تو کیفم در آوردم، چون با خودم آورده بودمش، چون فکر میکردم موجودات به این آینه واکنش نشون میدن. پشتمو نور بنداز. میخوام این آینه همینجوری کلا باشه اینجا تا ببینیم چه اتفاقی میفته. بذار من برم جلو. بیا بذار من برم جلو. اینجا چیه؟ یه اتاق دیگه است فکر میکنم. اینجا یه اتاق دیگه است که چیز خاصی هم نداره. یه پنجره اینجا داره سعید. انگار اینو یکی در آورده گذاشته اینجا. شیشه ها رو میبینی؟ شیشه ها رو بگیر. روش زوم بکنم. میشنوی؟ این اتاق هست بیا. همین اتاقه که توش آینه نهادی؟ آره. مطمئنی؟ صدای راه رفتن نمیومد؟ آره روی چوبم. یا خدا برو. کدوم طرف؟ برو. سعید صندلی رو دیدی تکون خورد؟ آره. سعید صندلی قشنگ تکون میخوره. میبینی؟ یا خدا میبینی؟ آره. بچه ها نمیدونم پیداست یا نه. یا خدا. دست نزن علی. نزدیکش نشو. یا خدا. قطع شد. تکون نمیخوره دیگه؟ نه تکونش قطع شد. یا خدا. دست نزن علی. نزدیکش نشو. یا خدا. قطع شد. یا خدا. یا خدا. شت. سعید چرا قوام هم نوره یه دفعه میبینی؟
هیچ کاری نمیکنه دیگه. نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. بیا. از اینجا بود. اینجا صدا شنیدی؟ آره. بذار آینه رو ببینیم. فعلا که خبری نیست. شت. تو هیچ کدوم از جستجوهام، چه وقتایی که برای فیلم برداری رفتم، چه حتی وقتایی که از رو کنجکاوی خودم تنها وارد یه مکان متروکه شدم، یا حتی هیچ کدوم از بازی‌های ماوراییم تا حالا نشده بود همچین چیزی ببینم. دست نزن. ولی میگم هم داره صدا بیشتر میشه. چی بکنیم؟ میشنوی؟ آره. میشنوی؟ آره. بریم علی بریم. بذار ببینیم صدا چیه؟ حواست باشه. چیزیه؟ بیا. بگیر. میشنوی صدا رو؟ آره. یا اصلا بسنی. میشنوی؟ آره. من همینجا میمونم تو برو. بیا. سعید سگه. چه سگیه؟ سعید خدا چه سگیه. علی بزن بریم علی خداحافظ من رفتم. آقا اینجا رو همین الان نگاه کردیم سگ بود؟ نه چطوری علی چه سگیه؟ وحشتناک سگه. من نمیام علی من میترسم از سگا. یا خدا. بریم بریم. یا هست عباس. همه چیا رو آوردی؟ نمیدونم برو. نمیدونم حضور اون سگ تو اون مکان اصلا چه معنی داشت. آیا یه اخطار بود یا یه چیز دیگه، ولی یه حسی بهم میگفت که اصلا اشتباه کردم اونجا رو برای جستجو انتخاب کردم. علی من سگ میترسم علی. یا خدا. راه خروجش کدوم طرف بود؟ چی؟ راه خروجش کجا بود علی؟ همین بود برو. این سمت؟ همین بود برو. سعید خونه رو بگیر. نور رو میبینی توش؟ آره. سعید این چیه؟ یه لحظه بس ایزو رو ببرم بالا نداریمش درست. یا میبینی روشنه؟ آره. هنوز صدای علی میاد. سگ علی بزن بریم علی. من رفتم. آقا دیگه سگ اینجا کاری به کارمون نداره. خب از کجا اومده دفعه؟ نمیدونم. بگیر خونه رو. من اون کل اون اتاق رو نگاه کردم. بعد سگ به این گندگی اول کار سگ نبود چون عقب وایساده بودم. سگ نبود داخلش؟ نه بابا سگ اگه بود که میدیدیم دیگه. این سگ به این گندگی نمیبینیم؟ بریم آقا بریم تا شهر نشده. برو. این راهش علی. جنگلا رو نشون بده. جنگلا رو هم یه لحظه بذار. رفقا جایی که هستیم یه همچین جاییه. صدای اذون هم شروع شد. اذون صبح. دوستان نتونستیم بیشتر از این بمونیم. یعنی حالا هرچی که بود بالاخره اسمشو نمیذارم جن، ولی اصلا نمیدونم این سگه چجوری از کجا پیدا شد. طبقه دوم ساختمون اینه دیگه. میبینیش؟ آره پشت درخت هست. من دوربین از این ور دارمش. از این ور بیام دارمش. میگیری خونه رو؟ بعد ایزا رو ببرم بالا. آره الان دارمش. خیلی جای خوفیه.
اصلا وسط جنگل هم هست، هیچ اصلا معلوم نیست اراضی. وسط جنگل خونه. آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. چنل رو سابسکرایب کنین، منتظر ویدیوهای ترسناکتر و لوکیشن های خفن‌تر باشین. بریم.